دوستان سلام. در مورد باتری به باتری کردن سوالات زیادی داشتیم و اینکه اومدم یه توضیح بهتون بدم، انشالله که به دردتون بخوره. آقا شما تحت هیچ شرایطی باتری به باتری نکنید، یعنی دوتا خودرو رو به هم دیگه وصل نکنید برای باتری باتری کردن. اما اگه یه موقع استرار پیش اومد، حالا به هر دلیلی خواستید باتری باتری کنید، اولین نکته‌ای که مد نظرتون باشه اینه که کابلا رو به هیچ عنوان اشتباه نزنید. شما اگر 1/100 ثانیه هم این کابلا رو اشتباه بزنید 100% یه نود الکترونیکی میسوزه. پس باید چیکار کنید شما برای اینکه مشکل پیش نیاد، اختلاف پتانسیل الکتریکی پیش نیاد؟ حدالامکان یکی از قطب‌های باتری رو که مثلا میخواید از این ماشین به اون یکی ماشین باتری کنید، قطب منفی رو بلند میکنید میذارید کنار کامل و اون وقت کابل رو وصل میکنید و بعد باتری رو انجام میدید. همین، وگرنه اون اختلاف پتانسیل نابود میکنه ماشینو. خیلی دقت کنید. شاید اون لحظه نشون نده ولی قطعا بعداً ایراداتشو میبینید. خسته نباشید.